дорухонаи шифофармо дороҳои табииро ба шумо пешниҳод мекунад. Эпимедиумная паста барои бақувват кардани бадан, шахсоне ки бефарзанданд, хунук гирифтагии пойҳо. Фитосвичей равғани гули садбарг ба мушкилоти дил ва гардиши хуни рагҳо, дарди сар, илтиҳоби асабҳо ва ба дигар дардҳо шифо мебахшад. чуда масло равғани сиёҳдона барои тамоми дардҳо. омега 3 равғани донаи каду барои захми меъда. сенол барои вазни зиёдатӣ, бенаслӣ, бавосир ва ғайраҳо. самиюнван барои зиёд намудани вазни бадан, шахсоне ки харобанд ва бисёре аз намуди дорӯҳои дигарро ба шумо пешниҳод менамояд. бурда расондан ройгон мебошад. ба рақамҳои дар экран буда муроҷиат кунед. دخترم توی داشت باید به شوهر میبرامد لیکن پسری این مرد دختری مرا شهروند دزدید. کمی آرام شوید. برادر خاموش شو اکنون. از سحر باز داد و وای میکنی. بس از خاموش. فهمیدیم. کمیسر اتهمت میکند ما از این خبر نداریم. به سلیم زنگ میزنیم نیست. به علاقه برآمدن نمیتوانیم. به خانه حمله کردند، خانه را خراب کردند. احوالم را نمیبینید. مرا لط و کوب کردند. تمام بس است. آرام شوید. من از او آرام شکایت شوید، دارم. شهروند. هم آرام از خودش شوید. هم از پسرش. تهمت میکنی. تهمت. جنابم. نامت را گیر. فهمیدیم. اوکی. تمام آرام شوید. تمام دخترت رو در همه جا میجوییم مییابیم. آرام شو. تو باشه همین که پسرت تلفن کند به ما خبر ده. خوب کمیسر. شوکت تو باشه امضا گذار. هیچ کدوم شما گپ رو نمیفهمید. ها خوب رها کنند حتما خبر ده. فهمو؟ چه شده است؟ چه شده است؟ زنوک خانم با تو میگم چه شده است؟ شوکت رو سر میدهند و روند دعوا به حبس دوام مییابد. درستش همین طور است. البته باید جواب دهم. حالی هم نیفتیم. استاد جمره رو چیکار میکنن؟ جای های میرفتم درد میکند. نمیروم. یک بار آدمگری کن. ҷамахон ту ҳозир намерава мегӯӣ лекин ҳамун одам агар хешу табори ту бошад чӣ? نه در بین 8 میلیارد خیشتوار همخونم میشود. تو فلسفه رویست؟ آنها باز از سپشنی نویستن. از برای خدا یگان کس هست که مد خون بتیا نامی بیچاره جورابای بودای بو. جورابای من است؟ ها جورابای بودای. او جورابای من جورابای. این کدامی از خیشتواری من است. کدام بیمارخانه است؟ من میروم. آدرس بیمارخانه را با من نویس. در حقیقت همین خیلی نوشته شده است. نه نام شما برای همه خطاوری کردن حرف جه قطعی گفتم که جمعخان دویده بروا. این کلای ما کامپیوتر یوخی. این کودک بلو است. این کودک شیطان است. ببین جمعه بر آمده رفت. дуруст мегӯӣ бале дуруст мегӯӣ. بله. شوکت چی شد پسرم؟ همه‌اش تمام. تو رو آزاد میکنند. چی گپ شد؟ به تو آسیب نرسوندن؟ کی کرده است؟ تو میدونی؟ کمی آرام شوید. در درون اینقدر دلتنگ نکردند. شما باشید در حال دلتنگ میکنید. جناب جودت برای اعتمادتان تشکر میگویم. با شرافت شما مرا سر دادند. از شما منت دارم. سلامت باش پسرم. من با تو دائما باوری دارم. تشکر. اما در چه حالتی نباشد دعوای خلقی آغاز می شود؟ برای آن که در دوام 2 ساعت در کجا بودنت رو نگفتی؟ شاهد نیست شفقت؟ خیر نه من این کار رو حل میکنم. تو خواطر نشو امانت. من بسیار دلتنگ شدم. بیاید بیرون برای من نفس کشم. بیاید رفتیم. эсин биё ман туро мебарам. بورا تشکر زیاد. اما شفقت از پرسیش نو برآمد. من باید در برش باشم. فهمیدی؟
یعنی درست ما هم کمی شفقت را شناختیم به فکر ما او به چنین کار دست نمیزند اما همه دلیل ها بر ضد اویند. اما شفقت چنین کار را نمی کند. من باوری دارم. این کار رو شفقت نکرده باشد کی کرده است؟ یعنی اون نقاب و انتیقه از بغوش ماشینش چخیل پیدا شد؟ فهمم شوکت، هممون میدانیم آن اشیا را البته تو ندزدیده ای، اما کی دزدیده باشد؟ рости гап касе ки дуздида бошад нияташ дуздӣ нест барало маълум аст аз болои ман нағма мекунад гӯё маро сархам кунондан мехоҳанд. бешубҳа медонед бачаҳо, шавкат ку даҳонаш кушода шуда монд. این کارو چقدر اجرا کردید؟ ман шунидам ки ӯ тақрибан 9000 лира қарздор аст. نخود 9000 لیره از انداز قرضدار شوی. вақте ки дар дукони ҷаноби ҷавдат будем яке аз антиқаҳоро ба дасташ гирифт. 10,000 лира. ваҳ 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 рости гап барори кор ҷаноби ҷавдат мо ба 1 лира тухми табиӣ мефурӯшем. ин нақша дар ҳамон ҷо ба сарам омад. дарҳол номаълум антиқаро акс гирифтам. گوش کنید اگر از این حالت به ایسین ضرر رسد با اشک چشمان یگان کس نگاه نمیکنم. فهمیدیم. боз ягон гапи дигар ҳаст? نه میتوانید روید. боз ва мехӯрем шавкат. шаб вақте бо эсин будам, шавкат омад. зуд ӯро акс гирифта ба гурсел фиристодам. то боздид. شفقت احتیاط شو. майлаш. شفقت وقتی برگشتی به من خبر ده. хуб ман бошам мувофиқи ана ҳамон акс либосҳои ба он монандро ёфтам. як одами дигар ногаҳон аз пешам баромад ва ман як лаҳза хулас ба дукон медароӣ ва танҳо ана ҳамин антиқаро мегирӣ ва гум мешавӣ. фаҳмо? فهمو нақшаи ман хуб кор дод. он бача антиқаро дуздида нисфи шаб ба мошини шавкати гаранг монд. баъд шахси номаълум ба полис хабар дод. шавкатро дарҳол дастгир карданд. برادر کی با تو میمون بازی میکند؟ کی با تو تهمت میکند؟ рости гап касе бошад маро аниқ аз наздик мешиносад. гӯш кун, дукони антиқафурӯшии ҷаноби ҷавдатро медонад, дар куҷо будани мошинамро медонад, ҳатто он шаб кадом либосро пӯшида медонад. фаҳмидӣ? эҳтимол зиёд нест боз он дӯст худашро дар назди камера махсус нишон додааст. عذر ببخشید ناگاه شد. برای مردم دست و پایتان شکسته اینجا را روان کردید ها؟ من آنجیران دادن خون آمدم اما به ارعاش منفی از آن من است. احتمال خیشی من بودن رو هم دارن. ҷаноби абдулло, хуне ки мо мекофтем пайдо шуд. خونی نازیمه آمد. ارعش منفی؟ ارعاش منفی. بسیار خوب. رفتیم. زود میرویم. агар ним соати дигар хун ёфт нашавад, шефро аз даст медиҳем. مبارک شود. خونی لازمه یافت شد. فوراً عملیات رو سر میکنیم. زود باشید. گپ نیست بچه‌ها، بسیار کارتون عالی. аз ҳама аҷибаш ин ки дар вақти ҷиноят дар куҷо буданашро гуфта натавонист. шавкатчо, аз ту як чиз пурсам. ту дар вақти ҳамон ҳодиса дар куҷоҳо будӣ? шояд дар ягон камераҳо сабт шуда бошад, шояд ягон шоҳид бошад, шояд ҳамин бегуноҳият исбот шавад. бача, ин ҷо гап дар сари ҳаёти дигарон меравад мегӯям, намефаҳмӣ? ман барои худамро наҷот додан ҳаёти мардумро дар хатар гузорам. ман ҳамин хел одам ҳастам. гуфта наметавонам. гапро фаҳмед? тавба кардам. чӣ хел инсон ҳасте ки мо ҳеҷ намефаҳмам. خوب اما دوامی همان 2 ساعت شفقت کجا بود است؟ چرا چیزی نمیگوید؟ نمیدونم اما حالا میفهمم.
حس میکنم که همه خونم رو گرفتید. این چقدر خون گرفته نه؟ انا این رو گیرید قندی خونتان رو زیاد میکند. زیافت هم هست. این خیلی میشود. من سر و سیما آمدم. شکمم گرسنه است. خودتان بیا آش سفارش داده میتونین. ما در مانش یگان قرنفل سبزی تند باشه بسیار جناب خوب اینجا به میشود. شما طرفخانه نیست. اما خونی من هم خونی عادی نیست. کم یافتد. خیلی گم نه. یک دو دانه دیگر ده میشود نه. سلام از جایتان نخیزید. کمی دم گیرید. زول نمیخیزم نمیگیرم مایلش. خواطر میشوید. من باشا یافتم. این شکل خدا را به تو میمانم شکم فیری شکلم میخورید. اوه وامپیر برای چند کیلو خون گرفته ده. من زهره نمیدونم. هر هفته همینجا بیایم مثل خانیش کردم. شفقت اکنون دیروز در کجا بودنت رو میگویی؟ تو چی کار داری دختر؟ تو داستان هستی یا در آشیانه بالا زندگی میکنی؟ گفتن همه چیز رو به تو حساب بدیم. بیجا من امروز میروم. دکان رو خالی نمون. خوب شفقت مرا این خیلی ایگنور کردن نمیتوانی. چی گفتی؟ دیشب در کجا بودنت رو نگویی از من خلاص نمیخوری. این رو میدونی؟ دختر گویم نگویم هم از تو خلاصی نیست. مرا آرام نمیگذاری. با دیلم میزنی. بادرینگ با اپا چای بیار. خیر تو چیز کن تا بازدید. نه شفقت از من چیزی رو پنهان میکنی. میدونم و این رو میفهمم. دیشب 2 ساعت در کجا بودی؟ خدایا توبه بگو آخیر. بسم الله. تو چه کار میکنی؟ چه کار میکنی؟ چه آن رو ببینم میشم؟ تو خیلی ماشین میرونین. با راه نگاه کن آخیر. اصلا تو چه برو رو نگاه کن. من وظیفه مقدس رو اجرا کردم. چیکار میخوام همه غیر رو نمیگیرم. با دقت باش. من حیات نجا دادم. اما حیاتی تو رو مثل شیشه ماشینت سیاه کرده میتوانم. آگاه باش. این دیگه شرط من سیاه کن. چی شده؟ این چی گپ است؟ همه اتون همین قدر هستید. همه این انسان شما مرد باشین 300 سپرتنس ها میبراید. اگر مرد باشید یک تون بیایید. این افسان شما هم اگر مردونگی هستن. اگر من سوپرمن یا بیتمن را جغرم چی میشه؟ بسیار گپ نزن. روزم سیاه کن. چرا سیاه؟ من در سفین خانی آمدم. اجرا کردنش آسان است. با ماشین سوار شده به شما راه میکشایم تمام. لیکن کرده شما مردگری نیست. اگر مرد باشید یک بیایید. اینجا بیا نگریز. دستم گیر. از ماشین فرار. ایستا آخیر. انا آنجا چه ایران رو نشون میده. این بار پدر اللعنت. این هم برای خوندی هم گفتم بس هم چی بلا ها آمدن. فکر کردم خیش تمام اما کلام بگانه بود از بلا زند. جمع تو بخونه چیکار کردی؟ این آدم ها منو پچه میکنن. به هیچی در میمون سطح خندم رو پس میکنن. راستی که بس هم وینو شد. خدا جزای همه اتون را دیهم. خدای شفقت گوش کن. شفقت در آخر میگویی اگر نگویی به تو راحت نیست. راحت؟ دختر من در حیاتم این رو باره ندیدم. تو مرا با اون چیزی که ندیدم تهدید نکنی. خدا عقل و فکرت دهد. شفقت یگان علاجی میکنم میفهمم. لخ کرده سرت رو گرنگ میکنم. بهترش گویی خلاص شف. همه‌اش میلی. وقتی مرا پلیس ها بردن تو با این حیوان ها مشغول شدی؟ نه من حالی فکر کردن این مرغ رو نداشتم شفقت. تو رو پلیس ها گرفته بردند و من هم از پست رفتم. اول باید حیوانات رو سیر میکردی. تو ادوکت هستی که از پس هم پشو با پلیس میایی. همسایه هم هستی. اگر من با تو همسایه باشم تو هم با اینها همسایه هستی. فهمو؟ خدایا توبه. نباتی اول گفتنی گپ است. اگر پلیس ها گرفته تو رو برم من هم از پست میروم. این مرغ بی پدر مانند بهتر میشد. راستی گپ پس از اون که گرسنه موندن فرقی ندارد. حالا من عیب دارستم؟ من گناهگار هستم. تو رو بردن از پست آمدم در برات ایستادم. من گناهگار هستم همین خیل. فهمو تشکر. با واسطه تو از پلیس ها خلاص شدم. اگر حاضر اجازت دهی میخواهم با حیوان ها کمی وقت گذرونم. ببین بیچارها از گرسنگی خوراکشان را فراموش کردند. به خوردن سنگ و تخت عادت کردند. نه جانو اجازت نمیدهم. میگویی در کجا بودی؟ چی کار میکنی؟ برای چی پنهان میکنی؟ چی نقشه داری؟ لیکن باید به من بگویی. ما امانت نیستیم مگر؟ این رو بگیر. خیر تا بازدید. شفقت میگویی؟ شفقت بهوده نگریز. خواهی نخواهی میگویی؟ بله میگویم. کاری میکنی که در آخر سخنی بعد میگویم.
از دهانت هیچ گفت سخنی بد نمیشنویم. از دهانت سخنی خوب میبروید. ای امانت به این هم در پرسجو بسیار عرق کنندن. باز تو دوام نده. من باید دوش کرده برایم کارهای مهم دارم آخر. نه تو این رو به من نگوی. من از اینجا یک قدم دور نمیروم. اینجا میستم. همین خیر. همین خیر. مایلش تو خودت میدونی. من همه لباسهایم رو میکشم. چیکار میکنی تو در اینجا لوچ میشوی؟ چقدری که در یادم هست اینجا خانه من بود. برای کشیدن لباسم به خانه نیکو نمیروم. همین خیلی نیست؟ مایلش اما تو میبینی. میبینم. تو میبینی. تو یک راو باشی من هم یک راو هستم. جناب عطا، عملیات خوب گذشت. در روزهای نزدیک جواب میدهیم. در لحظه های آخر خون یافت شد. اگر اون شهروند آمده خون نمیداد حالا این صحبت ناممکن میشد. خوش به حالتان. تشکر زیاد جناب دکتر. شفای کامل خانم. بچه ها مادام که حیات مرا نجات داد من از اون نباید قرضدار مانم. نامش را فهمید، سراغش را یابید و او را نزد من بیارید. خوب شده است. زود باشید. مسئله سین چی شد؟ عملیات رو سر کردم پدر. من به سر اون جوانی که برای من مانع شد بلای عظیم بار کردم. به زودی شاید زندانی شود. دختر چی شد؟ به زودی مثل پیشتر میشویم پدر. به نزدیکی نمایشگاهش را میکشاید. من دائما با اویم. گوش کن. لایه میگرفتمان بسیار کلان است. اگر آن جایها را بگیریم تو را راهبر تعیین میکنم. حل میکنم پدر. به زودی. خواهر کثافتت چی کار میکند؟ او هم با ایسین است. با کشادن نمایشگاهش به او کمک میکند. او دائما با شمانه با من هم ستیزه میکند. آن دختر با عقل نمیشود. هیچ گپ نیست. تو از پس کارت شو. این مسئله را حل کن. خدایا بکفی تو چی کار میکنی؟ تو حالا یگان چیز را ندیده شفقت. امروز تمام روز در نظارت من هستی. با خبر باش. در کجا بودی؟ با من مرده میگویی. مایلش میگویم. بیا بیرون برای میگویم. ایست. با فکرم من تلفنم را درون در بالای جوان فراموش کردم. همون رو بیار. در آنجا؟ ها در نزدیکتی خوابم است. شفقت در رو پوشو گفتم شفقت. باید ابزارم را بپوشم. 1 دقیقه طاقت کن کمتر حالی نمیشد. خیریت زنگ زدی. تلفن در کیسه هم بود است. با واسطه تو تلفنم رو یافتم. شفقت زود برگشته این در رو کشو وگرنه بسیار بد می شود. ای دختر من کار دارم. می جلو میفرستم میکشاید. البته کمتر دورتر روم پس او رو میفرستم. شفقت به این پگان میزنند. درست بزن. اوه این دندکو با کی باشم؟ با محله تیز ماشین های گرانبها می آیند. با اینجا می آیند کو؟ سلام با اهل نشست. و علیکم سلام. استاد جمعه در همینجا دکان داشته است. او در کجاست؟ اینه همین میجا در آن طرف دکان استاد جمعه علی است. استاد جمعه؟ ما استاد جمعه گفتنی شخص را نمیشناسیم؟ میشناسیم. چی خیلی نمیشناسیم؟ ما نمیشناسیم بینی. ما نمیشناسیم. به خدا که نمیشناسیم. یعنی این بینی دروز نمیدوند که چی میگوید. این یک استاد دارد شوکت. همون شوکت به سر این انمی خیل میزند. برای همین این کم دیوانه شده است. نمیدوند که چی میگوید. یعنی ما خطا کردیم. انی کمی خیل. خیر نامش رو یک بار دیگر پرسیم. شاید که جمعه نباشد. ممکن. احتمال. برای کار. خیر روز خوش. ما استاد جمعه رو میشناسیم کو.
و چی ده یاری یردام نکردیم ها؟ سوداگرا ای کی باز ماشین کشیدی نه کو؟ نگاه کن. ها موسفید رئیس همین محله به همین ریشی سفید با چی دروغ میگه؟ دست پایت را بگیر بینید در قبر. تو چی؟ موی سر رنگ هیچی کلاکا؟ تا که مو مردم فرم میکنه مو هممون آدمای بد شدیم فقط دروغ میگم ها؟ مجدنه باشد تو نمیبینی آنها انیق در میانشان سلاح داشتن آدم کش بودن یعنی مشکلی است برای همین جمع خان را میجویند میخوایی به سرش بلا آید بوراتینو ها؟ این خیلی گپای بگو؟ آفرین کانتونا بزنید هم نمیخواد موشیک شیدن در کار بچه ها گوشم از اینجا نشو به خدا من از این کودک میترسم. برادر ما استاجم آرو میکوبیم شاید میشناسید دکانش در کجاست؟ او کمی پیشتر همراه شاگردش برآمد بچه رفتن به مغازه کسی رفتن باید تعمیر کنند خلاص کار دارند سراغ را میدونید با ما گفته میتوانید باید به شهر برایید شما با ماشین یا پیاده آمدید؟ با ماشین میرویم با ماشین این خیلی باشد آسان است حاضر از اینجا تا برای کلان میبرایید طرف ایوب 500 متر میروید در آنجا دایره هست از دایره میگردید گشتید کمتر میروید تخته‌ای به طرف راست هست به طرف راست در آمده در زیر تختچه فرق ندارد توقف کنید آن مغازه عجایبات است تشکر زیاد برای کمکی کردهتون ما مینه‌دار هستیم هیچ غم نه بچه ها خیر نباشد تشکر. قاسم تینجی است؟ جمعه را پرسیدن ها؟ بله پسر عمک جمعه بودم به کجا رفتنش رو پرسیدن من نشون دادم همین خیر. چرا گفتی قاسم؟ با ماشین سیاه آمدن لباس های سیاه پوشیده در میانشان تپانچه دارند معلوم است که آدمان ساق نیستند و جمعه یکون ضرر میرسانند چرا میگویی؟ باید جمعه را آگاه کنیم. خوش آمده. چقدر در این مستحکم بوده است شده شب خیر اسماعیل آمور را ده میدیم مستا زمتر بزن را زمتر نیست انسان ها نگرفتی چی؟ چیکار میکنم ناقل های برق بادندارم میگذم خدایا توبه این به انسان هم در وقتی کار زنگ میزنن ناراحت میشم لبای جمعه به محله شخصانی با ماشین سیاه لباس های سیاه و در میانشون تپانچه آمدن تو را پرسیدن ما نمیدونیم گفتیم اما این قاسمی کلی حیوان در کجا بودنت رو گفته است خطایی کرده گفته است زود چیز کن از من گم شو زودتر جمعه مایلش زود باید گم شویم شخصان سلاحدار مرا جستجو میکردند قسم میخورم مرا میکشند میگریزیم زودتر استاد جان یک چیز پرسم اگر شما مورد دکان به من میموند قسم میخورم بوز در غم جان و خسان در غم چربو بیا رفتیم ما چیکار میکنیم استاد اینقدر زحمت هایتان برباد روند من از جایی که پرچم رو شما گذاشتید برداشته راه استاگی را دوام میدیم هم نام شما زنده میماند هم دیگی من در خانه میجشد تو رو میکشم اسماعیل قسم میخورم که تو رو میکشم وای تو احمقانه گم نزن احمق شخی استاد این آدمان برای چی شما رو کشتن میخوان من نفهمیدم استاد یک فهمونید من از بیمارخانه من آمدن غریب صدمه میشد من جنگ کردم البته آنها عصبی میشدن من غرور کردم آنها مغرور شدن من گریختم آنها دویدن حالا مرا جستجو میکنن باید بگریزیم قسم میخورم باید گریزیم این خیلی باشد من اینها رو جمع کنم گریز پینهام شو اسماعیل پینهام شو تو رو اون طرف رو بین غضنفر ای دختر مثل کنه چسبیدی کنه بر این چسبیدی من کارو بار دارم
فرامد راه آخر مان کی روم فکر کردی که از من خلاص میشوی؟ کمی باشد هم فکر کردی ها؟ نمیفرایم، نخواهم فرامد. گوش کن، تو دیشب 2 ساعت نبودی، با چی بلای گرفتار شدی؟ انیق چی بلای شد؟ اون چی است من نمیدونم، اما اگر میگفتی از عیب دار کنی دزدی خلاص میشدی و نگفتی، من باید این رو بفهمم. مایلش در راه میفهمانم. توبه کردم آخر. اکنون آدم شدی. ما میدانیم که استاد جمعه با همینجا آمده است. هنوز نآمده است. در همان ساعتی که وعده داده بود من او را ندیدم. در اینجا اسباب و انجام ها هستند. از آن او نیست؟ یک شاگردش سحری آورده ماند. گفت که استادم می آید، اما تا حال کسی نآمده است. گوش کن، اگر دانی و نگویی در کجاست میرنجانم. یک کاری مهم است، مسئله حیاتی. به خدا که نمیدونم. پیر شوید اکای جمیل. لعنتی! حیاتم رو سوزاندی اسماعیل، حیاتم رو سوزاندی. کس منم! استاد جمعه! استاد نگونه! ما باید با تو صحبت کنم استاد جمعه! غضنفر تو به این طرف. استاد جمعه ایست! باید صحبت کنیم! استاد ما برای چی میگریزیم؟ آنها با ما صحبت کردن میخواند. آینه چی زمان میکنن؟ نه پس از این ساعت آیدی یا مشت لغت یا تپانچه کم میزنن. اسماعیل خیلی خراب شدیم. استاد نصف بشمیم اسماعیل، نصف بشمیم. آن آدمان با شما درباره چی صحبت کردن میخواند؟ آیدی چی زمان میکردن؟ نه آخر عجلی من رسید. دعای آخران و کلمه شهادت را میگن. بیا رفتیم از این یا گم میشمیم. شما به حضور پریدن گیرید، من با دیگر طرف میروم. زود اسماعیل زود بیا این لباس ها رو کشی نمیدیم. دیروز شبانه وقتی میگشتم این شفیقی لعنتی عصبم رو ویرون کرد. رو از خودم دور کردم و بعد تنها میگشتم و به گردش گشتم. اویستا چی گپ است؟ اینجا از جوان ها به نکاح دیر میکنید. اکا ببخشید ما رو تعقیب میکنند. اگر دستگیر کنند میکشند. ایستید. کی میآید؟ اکا حالا فهمانده نمیتوانیم، به خدا کی میکشند. فهمو بیاید پنهان شوید. با همون طرف دوید. درآیید اینجا پنهان شوید. دوید سرت رو خم کن. هر دویاتون سرتون رو خم کنید. با این طرف دوید. فهمو تسلیم میشم. در اینجا یگان عروس رو دیدی؟ نمیگویم. تو کیستی؟ دختر کیستی؟ دقایی همون دختر. یک میمون رو راست توی گرفته گریخت. این خیلی بگو. فهمو نگاه کنید، به این طرف گریختن. دوید نو گذاشتن، دستگیر میکنید. بروید. جوان‌های یاش بودند، یعنی دانشجو بودند. نام دختر هولیا، نام بچه سلیم است. آنها به هم عاشق شدند. لیکن اویله دختر را مجبوری با شخصی دیگر اویله دار کردند. پسر باشد در معرکه نکاح آمده دخترها را بود است. خیر تو چی کار کردی؟ شوکت تینجی است؟ تینجی. این خواهرم را به شما امانت میدهم. از برای خدا به کسی نده، حتی پلیس هم بیاد نده. میلش تمام، خواطر نشو، او به من امانت. گذار. اینها را در درون بمانی. در را پوشید خونی نشود. پوشید. بیا اکنون به تو یگان جای میابم. نه اکا بهترش من در همین جا ایستم. اگر هولیا رو یابند در اینجا ایستی، البته تو رو پیدا میکنند. نباید در اطراف نباید باشی. بیا. سلیم را به دیگر کس امانت دادم. همین دیروز شبان همین کار شد. فهمیدی؟ آرام شد اکنون؟ آرام شدم. خوب. به این همه دانستم که از من چیزی رو پنهان میکنی. حتی چیزی مهم بودنش رو نیز تخمین کرده بودم.
اگر این همه را در پرسجو نقل کنم زود جوانها را دستگیر میکنند. سوالی دختر خورد است، دختر را دولت میگیرد، هر دو در مشکلی میمانند. خوب نیست. تو نمیفهمی؟ بله بله خیریت نقل نکردی. اکنون تو فهمیدی. از برای خدا من برای حل کردن این مسئله میروم. در این جعفرا به تاکسی سوار شده برگرد. خیر. چرا نگاه میکنی؟ من؟ نه من همه اویم. هی دختر، اویله دختر، از غضب آتش گرفتن میگویم. خطرناک است، این بازیچه کودک نیست. من همه اویم. شاید کمک من لازم شود. به این هم تو در برم هستی، به من چیزی نمی شود. بیا میرویم. رفتیم هیچ بلا زند. اکا خدا از شما راضی باشد. سلامت باشید. تشکر، زحمت کشیدید. سلامت باشید. شفقت، سلیم رو اینجا آوردیم. فهمیدم. این بعد چی کار میکنیم؟ ای دختر، من هم در فکر همین هستم. سرم را گرنگ نکن. اول باید با پدری دختر صحبت کنیم. باید با او موضوع رو فهمونیم. خطا میکنی بگوییم. اکا با خدا که من فهموندم. بارها خواستم که صحبت کنم. از او التجا کردم ولی دوی مرا میزد. ما آدمانی زیاد رو به بین در آوردیم. او خیلی یکرو است. باز حالا شما رو نمیشناسد. انیق گوش نمیکند. شفقت، به فکرم جوانها حق هستند. من مادر و پدرشون رو در قرارگاه دیدم. به شخصانی ما رو گوش میکردگی و سخنانمان رو قدر میکردگی مانندی ندارند. ایستید. حالا معلوم نیست. میبینیم. من میدونم که چی میگوید اکا. دخترم رو برگردونید میگوید. من مورم همزنی آن پیرکی نمیشوم. با خدا که خودم رو میکشم. نه، این خیلی نمیشود. من نمیگذارم که تو خودکشی کنی. لیکن من تو را میکشم. چی میگوید؟ برخیز میرویم. اپای سونیا، جوانها اینجا ایستند. به یگان جا نروند. نشسته ما رو انتظار شوند. رفتیم. پیش درو. تو با کجا؟ اکا شما چی ها میگوید؟ شما مرا میکشید. او مرا میکشد. آرام شو. توبه کردم خدا، این از کجا بر اومده؟ اسماعیل، یا نازم بالله، این بوچکا گب میزند کو؟ تو بر این نرخنی بیعقل رو ندیدم. نه خدا خیلی باشه گپ زنم. استا؟ من شما در درون این بوچکا چیکار میکنید؟ چی کار هم میکنم؟ پنهان میشم. خدایا توبه. آن آدمان آمده برای پرسیدن. باری دیگر می آمده باشن و من خبرهای خوش رو آمدن بگویم. استا، شما را پرسیدن. گفتن که پگاه باز میآییم. کار خیلی جدی بوده است. امروز با چشم هیچ کس ننمایید. به خانه خودتون هم نروید. در خانه آدمی استید که دوستتون می‌دارد. این همه نمیشه من در خانه این تو میایستم. استا، با فکرم شما مرا نفهمیدید. در خانه آدمی استید که شما رو دوست می‌دارد. از چمچه بالا رو صدای این تو را نشنیدم. چی گفتی؟ تو را دوست می‌دارم گفتی؟ من هم تو را دوست می‌دارم. نه، تو چی این کارا نمی‌کنی. من می‌دانم. من شرف و شاگرد سرپوش را پوشیده از بلنده تله کن. من یگانجا میروم داخل. کاری کرده حتما زنده میمانم. تله کن. بیاید زود سرپوش این رو محکم کنید. از من راضی شوید استاد. من از تو راضی نمیشم اسماعیل. راضی نشو دیدار در قیامت. اسماعیل چی کاری کرده بود؟ یگان شاگرد قربانی صابر با استاد چنین رفتار نکرده. بیا گذر. اینجاست. بشین. اکا، این جناب کیست؟ این کس داماد ما. چی؟ ایست، صدا بلند نکن. شفقت اما خلاص هولیا با او آیله دار شدن رو نمیخواهم گفته است. این به شما دخل ندارد. این به کسی دخل ندارد. تو گفتی درباره دخترتون یک خبر دارم. همان خبرت رو بگو. با مسئله های عائلوی همان کردار نشو. اگر سخنم رو نمیبریدید من همین رو میگفتم.
یک و یک بارا گفته نمی شود. گفته خودم را به دست گرفتم، اما می بینم که به شما با زبان خودتون گپ باید زنم. خوش، از رسم و آیین است. اول همدردی بیان میکنم. هولیا خودکشی کرد. چه میگویی دادرم؟ سببش معلوم. چه خیل خودکشی کرد؟ چه خیل خودکشی کرد مهم است. به شما میگویم که دختری جوانتان مرد. به شما مهم است که وای چه خیل مرد. شما او را به این دنیا آوردید، ولی شما حق ندارید که این دنیا را با او تاریک کنید. هولیا دخترم درست میگویی دخترم. نخود خودکشی کرده باشد. من قربانت شوم قربان. مرا زیری خاک گور کنند، مرا زنده به زنده گرانند. دخترم هولیا، دخترم هولیا. کاش دستانم میشکستند که او را نمیزدند. دخترم بعد جنازه طلاهایم را برمیگردونه. خدا تو را زند، خدا جزایت را چی دهد. گونه زانی سرده؟ تو چی میگویی؟ میبینیدن دخترت رو با کی آیله دار میکنید؟ از مردن هولیا ذره غمگین نیست. او تنها دردی طلاهایش رو دارد. اگر میدونستم که این خل میشه، اگر میدونستم که کار این خل میشه، دخترم رو به شوهر نمیدادم، مجبورش نمیکردم. دخترم در کجاست؟ حالا در کجاست؟ دخترتون در جای باوری نک. من او را به یک اپ امانت گذاشتم. نمرده است. دخترتون نمرده است. هولیا زنده است. در حقیقت؟ بله. درست میگویی. دخترم زنده است. خدایا زنده، هولیا زنده. به شما دروغ گفتم. خیریت که به شما دروغ گفتم. به خدا که کاری خوب کردم. داماد رو خودتون دیدید. فکر و خیالش فقط در سی موزه و پول و مال. اکنون به من گویید اگر دخترتون خودکشی میکرد همین کاری خوب میشد ها؟ برای اندکی طلا میارزید. حالا در خجالتید و این آدم شما رو یک عمر در خجالت میموند. پیش از همه هولیا رو یک چیز گویم. دخترتون گریخته شما را از یک عمر شرمندگی امین داشت. دخترتون به ناموس است. دخترتون با شرف است. انشالله که داماد هم همین گونه است. اصلا من با بچه شناس شدم. بچه خوب است. از او دامادی خوب میبراید. از این پس به حیات شخصی دخترم کاردار نمیشوم. پسرم از کارم التجا پشیمانم. میکنم دخترم رو بیارید، او رو با او خوشم گیرم. التجا میکنم. مایلش میاریم. فقط ما باید به امنیت رویم برای پیدا شدن دختر خبر دهیم. یک مسئله خوردی شاهدی است. همان مسئله رو حل کنیم بعد میاریم. خیز رفتیم. شوکت خدا از تو راضی باشد. تشکر زیاد. سلامت باش. شما هم سلامت باشید. Mazlum, gönlü de zengin. Yaz kızı mazlum, gönlü de zengin. İçimizden bir güzel abi. Yaz kızı mazlum, gönlü de zengin. İçimizden bir güzel abi. İşte adalet bekçisi, işte çekemez kaprisi. Sevdası mahallesi, geçmez selamsız ailesi. Kötüsü ve iyisi refleks bin kat gelir bak. Dikkat, delikanlı şefkat yerimden.